دوستان به نظرتون این استریم اسنایپ شده یا نه؟ اینجا نگاه کنین. تیم رضا داره میره زون خب با این سورتمای بابا نوئل. به شماره 2 تیم رضا دقت کنین، داره رانندگیشو میکنه میره. خب کجا بودی چند وقت نامزد کرده بود بچه چی شده؟ میگه یه چیزی من دیدم، با تو داری رانندگی میکنی میری به اون فاصله نگاه کن، اسکوپ 8 هم که بندازی طرف رو نمیتونی ببینی، طرف رو پشت بوم نشسته، جلوش هم نگاه کن 2 تا خونه از اونجا. چجوری دیدی تو آخه؟ دیدم دم خانیابی. اصلا یارو هنگ کرد. یا کن قشنگ میاد هم جایی که این نشسته. اصلا نگاه هیچی دیده نمیشه، نگاه تا اینجا که رضا میبینه تصویر میگه آره یکی هست. بنده خدا هنگ کرده، اصلا نمیدونه چیکار کنه، اصلا بازی رو ول کرد. حالا کسایی که پابجی بازی میکنن، من که پابجی بازی نمیکنم، ولی کسایی که پابجی بازی میکنن به نظرتون چی شد اینجا؟ ولی به نظر من شماره 2 تیم رضا داشت استریم اسنایپ میکرد، داشت یارو رو نگاه میکرد بازیش، چون هر دوتاشون همزمان لایو گذاشته بودن یوتیوب. حالا اینجا شماره 4 رو نگاه کنین، شماره 4 تیم بالایی. اینجا رضا نگاه کن، اصلا هیچ دیده نمیشه که شماره 4 اون یارو کجاست. اگه دیده میشد خب رضا میزدش. حالا شماره 2 اینجا تبدیل به آدم برفی شده. خب حالا نگاه کنین شماره 4 شماره 2 تیم رضا رو قشنگ میره رو پشت بوم یارو رو میزنه. یا دقت کنین داره میره رو پشت بوم، اینجا رفت رو پشت بوم، نگاه کنین اسکوپ کرد زد. شماره 2 رضا داشت بازی اینا رو زنده نگاه میکرد تو لایو. یارو هم خودش داره میگه اینا دارن بازی منو نگاه میکنن، ولی به نظر منم راست میگه، شماره 2 داشت اونا رو نگاه میکرد. حالا خب رضا خودش یوتیوبر هست، هیچ وقت همچی کاری نمیکنه. اون استاد زاهد هم که همه میشناسن، ولی شماره 2 داشت این کارو میکرد به نظر من.